سرخط خبرهای مهم. حبس گمانبران حمله به کراکوس تا ینوری 2026 تمدید شد. کودک‌آزاری در تاجیکستان افزوده است و چرا تاجیکستان جزئیات سازش با قرقیزستان را رسانه‌ای نمی‌کند؟ روزتان بخیر باشد بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوبید. شما نویدی بامدادی را تماشا دارید که استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم می‌گردد. امروز سه‌شنبه 5 آگوست. دادگاه حربی مهلت حبس 19 نفر گمانبران و شریکان حمله تروریستی به کراکوس سیتی هال را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. در این باره خبرگزاری دولتی تاس روز 4 آگوست از قول وکیل مدافع لودمیلا ایور خبر داد. ایور نماینده حقوقی 127 جبر دیده است. به اطلاع این وکیل دفاع با قرار دادگاه مهلت حبس متهمان تا 7 ینوری سال 2026 تمدید کرده شد. محاکمه گمانبران حمله به کراکوس روز 4 آگوست در پایتخت روسیه پس درهای بسته صورت گرفت. اکثر گمانبران این حمله شهروندان تاجیکستانند. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند که به طرحریزی و مساعدت و انجام حمله تروریستی متهم دانسته می‌شوند. با گزارش رسانه‌های دولتی روسیه، فریدون شمس‌الدین، دلیرجان میرزایف، محمد صابر فیضов و سید اکرم رجب علیزاده 4 شهروند تاجیکستان که اجرا کنندگان اساسی حمله به تالار کراکوس دانسته می‌شوند، به گناه خود اقرار شده اظهار پشیمانی کردند. لودمیلا ایور گفته است بعد از خواندن عیبنامه عاملان اساسی حمله تروریستی اظهار داشتند که به گناه خود پورا اقرار می‌شوند و از کرده‌شان پشیمان هستند. در تاجیکستان خشونت نسبت به کودکان 30% زیاد شده است. سهیل قادری مسئول وکالتدار عاید به حقوق کودک روز 4 آگوست در نشست خبری گفت تنها در 6 ماه سال جاری به آنها 6 مراجعت که به مسئله‌های زورآوری در عائله وابسته‌اند وارد شدند. او حادثه‌های اخیر خشونت به کودکان از جانب پدر و مادر را باعث نگرانی نامید. مرگ خسروی 15 ساله در شهر ترسونزاده که چند روز قبل از شکنجه پدر جان داد ساکنان تاجیکستان را وحشت زده کرد. همچنین روز 5 ایول یک کودک 6 ماهه که از سوی مادرش با ضرب کار زخمی شده بود در بیمارستان ناحیه شهر توصف افتید. برخی از روانشناسان میگویند نورسان بیشتر زمانی به خشونت در عائله دچار میشوند که پدر و مادر بین هم مناقشه دارند یا از هم جدا شدند. به تاکید روانشناسان زن و شوهر نباید در حالت نافهمی‌ها در عائله از فرزندان همچون وسیله فشار به یکدیگر استفاده برند. با گذشت بیشتر از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه‌ها و محل‌های تبادل شده در بحث مرزی با قرقیزستان را اعلان نکرده است. کاری را که قرقیزستان قبل از امضای رسمی سازشنامه کرد. رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی تاجیکستان در نشست خبری نهادی زیر رهبریش از ارائه جزئیات تبادل منطقه و قطعه‌های مرزی با قرقیزستان خودداری کرد. ارشاد سلیمانی و برات یوسفی موضوع را ادامه می‌دهند. با گذشت بیشتر از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه ها و محله های تبادل شده در بحث مرزی با قرقیزستان را اعلان نمی کند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی تاجیکستان در نشست خبری در شهر دوشنبه از ارائه جزئیات تبادل قطعه های مرزی با قرقیزستان خودداری کرد. اون چی که شما سوال دادید بازن دادو گرفتی دیگر ما با نظر داشت اون که روند دیمارکاسیون کاری مشترکی دو جانبه می باشد و با هدف خلادار نکردن پیشرفت کارها نه همه جزئیات روند در این مرحله می توان رسما شرح داده شود. این چیزهای ما با موافقه یکدیگر راهبری کمیسیون مشترک بین دولتی می تواند این چیزا بعد از با اتمام رسانیدن این کارهای دیمارکاسیونی رسانه‌ای کرده شود. خودداری رئیس کمیته زمین در حالی است که سازشنامه های دو کشور به امضا رسیدند. قمچبک تاشیف رئیس کمیته امنیت و همزمان رئیس کمیسیون های مشترک بین دولتی از جانب قرقیزستان هنوز زمانی که تاجیکستان این سازشنامه ها را توصیف نکرده بود در پارلمان کشورش جزئیات مناطق تبادل شده را شرح داده بود. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگری مسائل مرزی میگوید دلیل برای پیشنهاد نشدن جزئیات سازشی مرزی از منصبداران تاجیک را نمی‌بیند. اقلا همان گفته‌های رئیس کمیسیون را از جانب قرقیزستان رئیس کمیته امنیت ملی شدن
توشیف که گفته بود همون را تصدیق کردم، در کار بود به فکرم. اگر در حقیقت باید درست گفته باشد. خود ما نمیدونیم که خیلی باور داریم که درست گفتن، ولی البته تصدیقی همون فکر از جانب تاجیکستان هم ضرور بود. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی یک دلیل خودداری مقامداران تاجیک از شرح جزئیات سازش مرزی را به آن ربط دادند که نسبت به قرقیزستان تاجیکستان مناطق بیشتر را از دست داده است. اما نعمت الله میرسیدوف میگوید با تکیه به آنچه که جانب کشور همسایه اعلام کرد دیده می شود که باخت زیادی نشده است و این طبیعی است که گذشته‌های صورت گرفته است که در یک جا کم است و در جای دیگر زیاد. تاجیکستان و قرقیزستان بحث بیش از 40 ساله مرزی و ارضی میان یکدیگر را پس از نزاع و درگیری‌های زیادی که از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت در بهار امسال با امضای سازشنامه دائمی حل کردند. با گفته رئیس کمیته زمینی تاجیکستان بعد سازشنامه خط مرزی دولتی میان دو کشور 1008 کیلومتر طول دارد. استیون میلر منصبداری بلندپایه حکومت آمریکا هندوستان را به آن متهم کرد که با خرید نفت روسیه جنگ این کشور را به ضد اوکراین مبلغ گذاری میکند. در این باره خبرگزاری رویترز گزارش داد. استیون میلر معاون رئیس دستگاه ریاست جمهوری آمریکا همزمان به تلویزیون فوکس نیوز گفت آنچه که رئیس جمهور یعنی دونالد ترامپ روشن گفت این است که هند نباید با خرید نفت از روسیه همچنان این جنگ را سرمایه گذاری کند. از این پیشتر رسانه‌ها با تکیه به منابع خود در حکومت هند نوشتند که با وجود تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تحریم به ضد خریداران نفت روسیه، هند همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ روز 14 ایول گفت اگر روسیه با اوکراین به سازش صلح دست نیابد، آمریکا از کشورهایی که نفت روسیه را می‌خرند بودجه علاوگی می‌ستاند. هند 35% نفت ضروری برای خود را از روسیه می‌خرد و از ماه ینور تا ایون روزانه از این کشور 1,750,000 بشکه نفت وارد کرده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 5 августи соли 2012 бо талошҳои кумитаи забон аз ҷараёни тағйири номи хиёбонҳо, маҳаллаҳо ва гузару кӯчаҳои шаҳри Душанбе хабар дод, ки ҳадафаш мувофиқати онҳо ба арзишҳои миллӣ ва таърихи кишвар будааст. ин яке аз дигар иқдомҳои мақомоти тоҷик барои дур шудан аз мероси фарҳангиву сиёсии даврони шӯравӣ арзёбӣ шуд. 5 августи соли 2019 дар Душанбе дар намунаи 18 зиндонии собиқ саргузаштҳои талху ноком ва баробар бо ин талош барои дастёбӣ ба зиндагии беҳтар ба ривоти тасвир дар маъраз гузошта шуд. дар Тоҷикистон аксар зиндониҳои собиқ баъди озод шудан равиши зиндагиро ба мушкилӣ пайдо ва ҳомиёни ҳуқуқ ба дастгирии ин қишри ҷомеа таъкид мекунанд. 5 августи соли 1947 нависандаи маъруф Абдулҳамид Самадов таваллуд шудааст. муаллифи қиссаҳои баъд аз сари падар, парончакҳо, аспи бобом ва дигарҳо дар бораи нақшу рисолати инсони замонавӣ баҳс кардааст. солиёни зиёд дар мақомҳои сардабири маҷаллаи Садои Шарқ ва муовини раиси иттиҳоди нависандагон ҳам ифои вазифа мекард. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. 1000 روبل روسی برابر است به 118 سومانی، 100 یورو 1109 سومانی و 100 دلار باشد 945 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، سپاس که ما را تا این لحظه همراهی کردید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.